بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی توجه منظوری شماست. امروز ما درباره سودای آدمان صحبت میکنیم. این چی معنا دارد؟ چرا سودای آدمان؟ مگر آدمان خرید و فروش میشوند؟ ما از تاریخ قدیم در خاطر داریم که در دوره غلامداری و حتی دوره فئودالیسم گاه حالتهایی بود که نفران حتی بازارهای غلام فروشی بود و آدمان را استثمار میکردند، چون غلام میگرفتند، میبردند، میفروختند. اما امروز شرایط دیگر است. امروز هر یکی ما در دولتی زندگی میکنیم که پیش از همه صاحب استقلال است، صاحب اختیار است و همه شهروندان زیر کانستیتوسیون حقوقشان حمایت میشود. و امروز با وجود گوییم برتری افضلیت قانون بازم هنوزم در روی عالم هست حالتهایی که آدمان این گونه حالت با آدمان روبرو می شود و امروز ما به برنامه متخصصان را دعوت کردیم، کارشناسان را دعوت کردیم که اطراف این مسئله صحبت میکنیم. خود همین معنی خرید و فروش آدمان چی معنا دارد و آن در کدام حالت رخ می شود، رخ می دهد و گذشته از این اگر با چنین حالت ها اگر انسان روبرو شود چیکار باید کند؟ این مسئله هست که امروز ما باید در برنامه مطرح کنیم. اینک من مهمانان کارشناسان برنامه را به شما معرفی میکنم. قربان فرهاد، مفتش کلان اوید به کارهای مخصوصا مهمی رئیس وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و پاکانی که میلیسیا. خوش آمدید میگم. بابا کلانو دلبر کریمونا متخصص اوید به مقاومت به سودای آدم از تشکیلات جمعیتی اساساتی زن و جامعه. خوش آمدید میگم. شادیف اختیار دانیاریویچ حقوقشناس ادوکات. خوش آمدید میگم. و خالق غفرجان روانشناس استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باجان خفر. خوش آمدید میگم استاد. خب ما در آغاز گفتم که امروز اطراف اون عباره صحبت میکنیم که واقعا این مسئله همچون جنایت از جانب دولت اعتراف شده است، دانسته شده است و آنهایی که با این کار دستن در کار این مسئله هستند طبق قانون برای آنها جزا پیش بینی شده است. و امروز ما میخواستم این در آغاز از شما پرسیده باشم که خود همین سودای آدمان چی معنا دارد و میخواستم بهای حقوقی به همین مسئله داده باشید. مرحمت. موافق ماده 5 کنستیتوسیون دوستان، حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق فطری انسان دخل ناپذیر است. حقوق انسان ارزش عالی دارد. یعنی حقوق آزادی انسان را دولت کنستیتوسیون کفالت داده است. باب 2 کنستیتوسیون دوستان پورا بخش است به حقوق آزادی انسان. البته ما که در دولت دموکراتی هستیم باید ما قانون‌ها را رعایت کنیم، اعتراف کنیم و به آنها عمل کنیم. درست قید کردید. البته این پدیده نامطلوب است. قانونگذار برای این کردار جاوگاه جنایت پیش بینی کرده شده است. یعنی در باب مخصوص کودکس جنایت دوستان باب علاهده که جنایت‌های شخصیت روانه کرده شده است، در ماده علاهده کودکس جنایت دوستان وابسته به خرید فروش آدمان ماده علاهده پیش بینی کرده شده است. از جمله در ماده 130 علاوه 1 کودکس جنایت دوستان که دیسپوزیسیون آن خرید فروش آدمان نامگذاری کرده شده است. یعنی خرید فروش آدمان که در ماده 130 علاوه 1 کودکس جنایت دوستان جوابگر جنایت را پیش بینی میکند که برای با مقصد سوء استفاده دیگر شخصان یا شکل سوء استفاده شهوانیت یا خدمت رسانی، غلامی، رسم عادت‌های با غلامی همشبه، حالت ناعلاجی، گرفتن عضو، بافته‌ها، جلب کنی، انتقال، سپاریدن، پنهان کنی، گرفتن آدم با راه تهدید، مجبور سازی. عموما مفهوم ماده خیلی وسیع است. اگر مقامات تفتیشات پیشه که معین کند که در کردار حرکتش ترکیب علامت‌های همین ماده موجود باشد، البته از جانب مفتشان کردار حرکت‌های شهروند با همین ماده بندوبست کرده می شود و البته برای این کردار قانونگذار جوابگوی جنایت را چخیل گفتیم پیش بینی کرده شده است. البته شخص را گناهکار بودن نبودن سود معین میکنند. نابسته از این در کودکس جنایت دوستان برای این گناه کردار جزاهای خیلی وضع بین، یعنی برای کردار که درباره گفته گذاشتیم از 5 تا 8 سال
اگر همین کردارها تکراران شده باشد یا که از جانب گروه اشخاص با مصلحت پیشگی شده باشد یا که با راه استفاده زوراوری یا که با مقصد از جبرده گرفتن عضو یا بافته ها باشد، اگر من تفصیلات ماده خیلی وسیع است، جوابگیری جنایت را از 8 تا 12 سال را پیش بینی میکنم. البته باز دیگر ماده های کدکس جنایت متوسطان نیز در ماده 130 علاوه 2 درباره استفاده مهنتی غلامان پیش بینی کرده است. برای این هم جوابگیری جنایت پیش بینی کرده شده است که استفاده مهنتی انسان که نسبت آن وکالت های باقی مالکیت خاص بوده عملی می شود اگر در حالتی که شخص با صفای از وی نابسته یا که وابسته به اجرای کار رد کرده نمیتواند. اینچنین در ماده 132 کد جنایت جمهوری تاجیکستان جلب آدمان با استثمار شهوانی یا که مهنتی وابسته شده نیز پیش بینی کرده شده است که من همچون حقوقشناس دایر به پرونده های مربوط به این گونه کاتگوری جنایت ها شخصا به واسطه اشتراک کردم. در بعضی حالات حقوق منفعت های سود شوندگان را، در بعضی حالات حقوق منفعت های جبردگان را نیز حمایت کردم که البته در نتیجه اشتراک کردن در این گونه پرونده ها ما همچون حقوقشناس وابسته به موقع خود بهره رساندن یاری حقوقی و شهروندانی که به این جنایت دست دادن یا اینکه از این جنایت اذیت دیدن یا جبر دیدن به واسطه یاری عمل خود را میرسانیم. تشکر. خوب علاوه من سوال نوبتی ما همین گونه بود، قسما علاقه پاسخ دادید که واقعا در تجربه کاری شما خوب در کدام حالت بیشتر گویم مردم به همین گونه حالت ها دچار میشوند و گویم آنهایی که مثلا دچار شدن، البته مثلا اکثری گویم من گفتنی نیستم نام نسبی آنها چون گویم مخفی نگاه داشته میشود و همزمان در کدام حالت آنها به همین گونه حالت ها دچار میشوند. حالت های مثلا اینجا گفتیم ماده 130 علاوه 2 در موردی گویم استثماری مهنتی حتی گویم نو در نظر اول میگیم که مثلا اگر در موردی سودای داخلی گویم حتی وعده کار میدهد میگوید که در فلان جا کاری مزدش خوب است اما میآید که مثلا اونجا گویم علاقه فریب میخورد و این گونه حالت ها مثلا چرا مثلا اون از ناآگاهی است یا چیزی دیگر؟ درست قید کردید. از بس که من حقوقشناس هستم با تشکیلات بین المللی اوید به مهاجرت همکاری زیست دارم. وقتی که جبردگانی که از این جنایت جبر دیدن و تشکیلات بین المللی مهاجرت مراجعت میکنن و در اساس سازشنامه در رفت تشبیه‌شکی یا که در رفت مرافعه شده حقوق و منفعت‌های جبردار ما حفظ میکنم. این حالت ها علاقه خود از آن شهادت میدهد که یعنی پس بودنی معرفت حقوقی یا که پس بودنی سوادناکی، شعورناکی، عصبی ندانستنی قانون. مثلا وعده داده می شود از طرف نفر دیگر که گویا خود را کارفرما کاردهنده معرفی میکند، گویا ابراز می نماید که در شهر دبی امارات متحده عرب کار هست، شما به صفت پیشخدمت کار میکنید یا که به صفت رقاصه کار میکنید، به شما مزد معاش بلند داده میشه، جای خواب، خورد خوراک، ما وعده های خلاف یعنی وعده های بردرو. لیکن وقتی که با وارد دولت امارات عرب داخل میشوند آنها را حقوقشون محدود کرده میشه، یعنی شناسنامه‌شون گرفته میشود، یعنی با آنها حالت های کار رفتن و کار آمدن عموما علاقه کردن با خویشتبران محدود کرده میشود، معاششون در وقتش نمیتونن و آنها رو استثمار میکنن. و حتی حالت های بودن که مثلا دایر به کاردهی یا که مثلا با کار بردن نیست، عیناً همین گونه وقتی آخران ما با تشکیلات بین المللی اوید به مهاجرت مراجعت کرده بودن، در اینجا یک نفر شهروند با وجود موجود بودن شرطنامه مهنتی که در آنجا قید کرده شده از کارفرما عهده‌دار است که کارگر را با کار تامین میکنن، معاش معین میدهد، لیکن نابس از این وقت که به فدراسیون روسیه شهر سنت پترزبورگ میرود با یک زواد کلانترین فدراسیون روسیه بنابر سیر ادوکاتی سیر تفسیر گفته نمیتونم، در همین جا همین نفرات چنان استثمار میکنند که به درجهش و این شهروند با هر واسطه با هر اصول ها به وطن برمیگردد و به تشکیلات بین المللی مهاجرت مراجعت میکند و تشکیلات بین المللی به واسطه به من مراجعت کرد اوید به رساندن یاری من حقوق منفعت این نفر را حمایت کرده کار تا مرافع سودی برده حقوق و منفعت هم شهروندان مراجعت یعنی حمایت کرده
حتی جبران ضرر که در نتیجه همین کردار رسانده شد روی آدم مساعدت کنیم. این حالت از آن شهادت میدهد که همون نفر چه که شما گفتید نمیداند حقوقش را، یا که مثلا شرطنامه نمیبندد، یا که شرطنامه بسته شده باشد در دیگر دولت استثمار میشود، یعنی استثمار مهنتی. در نتیجه من این معماها به میان میاد. تشکر. بیننده‌های ارجمند، شما برنامه توجه را تماشا کرده ایستادید و ما امروز در مورد سودای آدمان، یعنی حالت‌های آدم ربایی، آدم فروشی و اینجا ادوکات اختیار شدی از تجربه کاری خودشان نقل پیش آوردن که واقعا این مسئله جای دارد. و این لازم از معلم دلبر کریم نبوکلان پرسیدنی هستم که گفتیم که این قسمتی که گفتن در مورد حتی مثلا به امارات متحده عرب بردن یا مثلا در فدراسیون رفتن، این گوییم سودای بگوییم بیرون از، یعنی همچنین سودای آدمان داخلی نیز می شود. من میخواستم در همین مورد کمتر معلومات میداد که اون چگونه است. و دیگر مسئله در مورد همین تحلیل های گوییم تشکیلات های جمعیتی، چون شما نماینده تشکیلات جمعیتی اساسیه زن و جامعه که هستید و همچنین سازمان های بین المللی دایر به مسئله چگونه است؟ مرحمت. اساسیه زن و جامعه در همین جاده، در جاده‌ای که الان مهاجرت میگوییم زیاده از 10 سال فعالیت میبرد و همکاران ما سازمان بین المللی مهاجرت میباشد. ما در تمام ناحیه و جماعت های ولایت سوخت عمل میکنیم. البته با سبب کسلی پاندمی کووید 19 حدودی در روبروی یعنی همین مهاجران یعنی منع کرده شد. با همین سبب ها برای همین هم مهاجرت بیرونه کمی هم باشد کاسته شده است. یک قسم مهاجران در دولت های بیرونه هستند، قسم دیگرشان حاضر در حالت گفتگوی کاری می باشند. برای همین هم لایحه‌ای که امروز ما بررسی میکنیم اساساً برای سودای داخلی یا اینکه مهاجرت داخلی اساساً، یعنی ما میگوییم که مهاجرت، خود مهاجرت وقتی که نفری از مقیاس عائله خود از خانه خود بیرون می آید، یعنی از مرز خانهش کمی هم باشد دورتر است، برای اینکه در دیگر منطقه استقامت میکنند. این مهاجرت است. یعنی با این مهاجرت ها گوناگون شده میتونه، مهاجرت برای تبابت، برای خانیش، برای کار، لیکن ما اکثر تکیه میکنیم به اون مهاجرتی که در آنجا کار میکنند. برای همین هم در منطقه های دوردست از سبب اون که کارهای فصلی به اتمام میرسند اکثر اهالی بیکار میباشند و اون نفرانی که از مهاجرت بیرونی ماندند کوشش میکنند که کار پیدا کنند، یعنی در شهر دوشنبه، در شهر خوجند، یا اینکه اون منطقه هایی که در آنجا کار بسیارتر است، یعنی مرکز ها، در مرکز ها یعنی اساسا ساختمان، یا اینکه دیگر حاضر مثال زن ها برآمد هستند برای همین گویا که در طرف خانه ها کار کردن به، یا اینکه نگاهبینی کودک با اومد هستند از رایون های دوردست. مقصد اساسی فعالیت بررسی همین لایحه از آن عبارت است که نفرانی که حاضر به همین مهاجرت داخلی میبرایند چنانی که به بیرون میبرآمدند باز همون خطاگی ها تکرار شده ایستاده است. چگونه خطاگی ها؟ آنها با چشم پوشیده، با کار دهنده، نفهمیده، نمونده، یگان مسئله رو حل نکرده به کار یعنی شروع میکنن، یگان حجت امضا نکرده چنانی که من معلم شده گفتن به یگان بستنی شرطنامه این حفظ خودی شخص است و به شرطنامه وقتی که آنها کار میکنند پس از آن مبلغشون رو نمیگیرند، یا اینکه از معیار زیاد از وی کار طلب میکنند، یا اینکه حقوقهای وی شکست میشود، این نفرها برای گفتگوی مثال به جماعت ها مراجعت میکنند، به حکومت ها مراجعت میکنند، به میلیسیا مراجعت میکنند تا آنکه آنها رو حفظ کنند. حال آنکه ما یک چند مرتبه من واقعی های اطلاعاتی میگذاریم میگوییم که البته باید که شرطنامه بین کار دهنده و کار کننده باید بسته شود. این یکی از گرب اساسی است که برای حفظ آنها. لیکن در همین حالت ها هم اگر ما درباره حاضر مهاجرت بیرونی گپ زدیم و در آنجا سودای آدمان وجود داشتن میگوییم، تجربه های ما بسیار نشان دادند که اکثر حالت ها به نفرانی به این حالت میافتند که آنها از عائله های آسیب پذیر هستند. اون عائله هایی که یا سروبان ندارند یا اینکه حالتی پست زندگی دارند، یعنی کودک در این حالت میتواند در
کوچه ماند، یعنی این دخترکان، پسرکان و غیره. برای همین هم ما حاضر به واسطه با همین در منطقه های جماعت های نوحی اشت، نوحی جبار رسولوف، سپیتامنت، اسفره، کنی بادوم، انمی واخوری های اطلاعاتی گذرانده استادیم که باید چگونه انمی راه های پیشگیری کردن حالت های نامطلوب، یعنی شامل شوی به هر گونه جنبش و حرکت ها، یا اینکه داخل شدن به یگان کارهایی که با آنها یعنی میتواند از جهت حقوقی ضرر رساند، یعنی آنها به جامعه میتوانند نفران خوفناک شدنشان ممکن است. یعنی اوایل همین مسئله ها ما بسیار سخن ها میرونیم. ما البته با این سخنان گفتنی نیستیم که در همه حالت ها میتوانند همین چیزها رخ دهند، لیکن این یک نمودی احتیاطکارانه مناسبت کردن، یعنی فرزندانی که آنها به یگان جا برای کار گسیل میکنند باید که کودکان فرزنداشون تیار باشند. چگونه ما بررسی فرستادیم، فرزندای زبان نمیدانستند، عرف و عادت نمیدانستند، طرز معاشرت نمیدانستند، طرز لباس پوشی و رفتار نمیدانستند و به هر حالت ها دچار شدند. وقتی که ما صحبت میگذرانیم ما میگوییم که هر فردی که خواه از ناحیه برآمده میرود، خواه از جمهوری برآمده میرود، وی شخص گرجدانین جمهوری تاجیکستان رو معرفی میکند. وی باید که در سطح بلند باشد، برای اینکه یک کلمه آنی که تاجیک یعنی این کار کرده است یا کاری بد کرده است یا خوب، میتواند هم نامی شخص رو بالا بردارد و میتواند آن رو به یک حالتی بد بیارد. تا حتی در وقت صحبت ها با مهاجران مهنتی که در دولت های روسیه کار میکردند، آنها میگفتند که وقتی که در تلویزیون برنامه ها میشد و در آن یگان حالتی غیر قانونی، یگان حالت های بدکرداری اعلام میکردند، ما با چشم همین خیلی انتظاری نگاه میکردیم که الها همین تاجیک نگویند، برای اون که این حالت میتواند به فعالیت ما هم ضرر آورد. یعنی همین چنین رفتارها باید که اولا از عائله، از تربیت فرزند، از کسب آموزی آنها وابستگی دارد. بله، تشکر. بینندگان ارجمند، هدف برنامه ما نیز از آن عبارت است که پیش از همه این خصوصیت اطلاع دادن است و مصلحت دادن است، به خاطر آنه که هر یک نفری که امروز معلم بسیار خوب گفتن که در این جمعیت زندگی میکند باید به مشکلات آن نباید بی‌طرف باشد، گذشته از این فعال باشد و در راه پیشگیری از چنین حالت‌های نامطلوب باید خدمتگزار باشد. سوال نوبتی من در مورد از محترم فرهاد قربان در مورد آنه که من اینجا معلم بسیار خوب گفتن که چون به این حالت دچار شد حتما به مقامات حفظی حقوق مراجعه میکنه، از جمله مقامات ملیسیه. من میدونم که امروز فعالیت این مقامات بسیار گسترده است، حتی مثلا اشتراک شمایان در برنامه‌های ما دلیل آن است که واقعا امروز این نهاد در بخش پیشگیری چنین حالت‌ها در سمت تامین نظام و ثبات در جامعه و همچنین حفظ حقوق بسیار با مردم کاربری دارد، از جمله با واسطه اخبار عامه و اشتراک شما دلیل واقعی این مسئله هست که رابطه رسمی وزارت کار داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق به این مسئله ها بی‌طرف نیست و همیشگی در این مسئله با ما همکاری زیش دارند. من میدونم که خب در فعالیت خود با چنین گونه حالت ها دچار شده است و من میخواستم در این مورد چند سخن بگویید که این مسئله در فعالیت شما چگونه بررسی میشود، نه حالت های سودای آدمان، آدم ربایی، بگیم چی سودای داخلی و همچنین چی سودای بیرونی، لیکن امروز ما بیشتر در مورد سودای داخلی میگوییم. مرحبا. از طرف راهبریت ریاست کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق یک قطار کارهای را به انجام رسانید که یک از این کارها هنگام گذراندن عملیات من شهرداری یا رژه شناسنامه همه وقت کارمندان مقامات با شهروندان واخوری گذرانده، هنگام واخوری اولا کارهای فرماندهی میگذرانند. بغیر از این با فعالان همون محل یا ناحیه یا شهر گروه‌های علاهیده تشکیل کرده شده است که شخصانی که در مهاجرت مهنتی است با آنها صحبت‌های علاهیده گذرانیده معین میکنند که کدام دولت یا کدام دولت خارجی با قرار دارند. هنگام معین کردن اون شهروندان با اون دولت‌هایی که وزارت ما سازشنامه دارد معلومات لازم پیشنهاد میکنیم، در آنجا با اونها واخوری گذرانده میشد. بغیر از این از طرف خدمات شناسنامه‌دهی هنگام دادن شناسنامه چون از استاد گفتن
22 банд иборат аз варақа пешниҳод карда мешавад ҳар як шаҳрванд ба дар он ҷо навишта шудааст ки ҳангоми биромадани ба хориҷа ҳуқуқ ва вазифаҳои худи шаҳрванд донистани забони он давлат фарҳангаш ба ҳангоми дучор шудани ба ҳуқуқвайронкунӣ ё ҷиноят ба куҷо муроҷиат кунам онҷа рақамҳои телефона метиҳам ба ғайр аз ин нақша чорабиниҳо тартиб дода мешавад аз тарафи риёсат оид ба пешгирӣ чунин ҷиноятҳо барои содир нашуданд ба ғайр аз ин гуфти ҳозир ҳамкасбам гуфтанд дар фасли 7 қисми умумии кодекси ҷиноятӣ дар боби 17 оварда шудааст моддаи 130 илова 1 хариду фурӯши одамон ба ҷиноятҳои категорияш махсусан вазнӣ дохил мешавад ин мақомоти корҳои доҳилӣ вазифаи асосӣ пешгирии ин ҷиноят бо мақсади пешгирии ҷиноят ки оянда ҳамин содир нашавад асосан ҳаррӯза кори ин нозири минтақавӣ ё дигар кормандоне ки фаъолият мебарем корҳои фаҳмондадӣ масалан ҳар як корманди милиса аз рӯи нақшаи тартиб дода шудаи риёсат ба хонаҳои баландошона вобаста карда шудааст ки ҳар як шаҳрванде ки дар ҳамон баландошона зиндагӣ мекунад бо онҳо вохӯрӣ гузаронда дар бори содир накардани чунин ҷиноят корҳои фаҳмондадагӣ гузаронда мешавад шумо розӣ ҳастед ки инҷа ихтиёршодӣ бисёр як нуктаи муҳим гуфтанд ки аксарияти ҳолатҳое ки масалан мо дар рафти баррасии парванда масалан мекунем натиҷа аст аз надонистани ҳуқуқҳояшон яъне баҳс будани маърифати ҳуқуқӣ сабаб мешавад ки воқеан мардум гӯем ба доми чунин одамон меафтанд ё масалан зуд дода мешаванд ва гӯем ҳамин гуна ҳолатҳо рух медиҳад шумо розӣ ҳастед бо ҳамин андеша ин масъалаи дуруст қайд карда гузаштанд баъд устозам ҳозир гуфтанд ки ҳар як шаҳрванд ки муҳоҷират меранд якум ба кор таъмин карда шуданаш ин шартномаи дутарафаин бо корфармо ҳамин ҳолат ба ино эътибор наметиҳану беқайд якум сабабаш баъд беҳуҷҷати асоснок корро пеш мебаранд дар натиҷаи он ҷабрдидии чунин ҷиноят оварда мерасонанд вақте шумо муроҷиат мекунанд мебинед ки кор аз кор аллакай гузаштааст ва масалан дар гӯем баррасӣ ва бисёр гӯем ягон асосе нест ки масалан гӯем ҳуқуқиша бо бештар ҳимоя кунад ки поймол шудааст дар соли 2023 агарчи масалан пандемияи COVID-19 буд аммо ягон ҳолати масалан гӯем ба қайд гирифта шудааст бо чунин гӯем ҳолатҳои одамрабоӣ ё савдои дохилӣ ё савдои берунӣ савдои беруна як ҳолат қайд гирифта шудагӣ он шахсон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда айни вақт парвандаи ҷиноятӣ баррасӣ дар суд қарор дорад як ҳолат ин натиҷаи он ки бисёртар солҳои охир аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ корҳои фаҳмондадагӣ бештар барои монда шудагӣ барои ҳамон ба қайдгирии чунин ҷиноятҳо кам шуда истодааст ташаккур соли наводӣ ман ба муҳтарам ғафурҷон холиқов равоншинос устод ба андешии шумо равоншиносӣ имрӯз ба ин масъала чӣ мегӯяд мо аллакай шумо ба мавзӯъ боз наздиктар хеле шинос шудед дар мавриди оне ки чӣ гуна онҳо метавонанд ки зуд боварии мардуми дигарро мехаранд албатта инҷа омилҳои инсонӣ аст омилҳои таъсиррасонӣ ҳаст ба гӯем равони онҳо таъсир мерасонад ин қадар сухан мегӯянд ки ба зуд дода мешавад мо дар барномаҳои қаблии таваҷҷӯҳ дар мавриди пешгирӣ аз ҳолатҳои шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ мо ҳам гуфтем ки масалан он мубаллиғони андешаҳои ифротӣ аз он усулҳои корбарӣ мекунанд ки зуд гӯем ба кор меояд зуд дода мешаванд хуб дар ин маврид чӣ марҳамат ҳар як шахс як мафҳуми гоместас ҳаст яъне худ идоракунӣ ва худ ташкилдиҳӣ ба ҳар як шахс хос мебошад вақте ки масъулияти падару модар иҷро намешавад яъне саривақт қонеъ накардани ин ё он талаботи шахс ё кӯдак ба деприватсия яъне қонеънашавӣ омада мерасад кӯдак ва бисёр чизҳоро таҳлил карда наметавонад ва дар ҳамин ҷо аллакай ва се гурӯҳ ба тақсим мекунанд шахсро зуд бовар
миёна бовар ва хеле душвор бовар. Легко внушаем, средне внушаем и трудно внушаем мегӯянд. Анахе як гурӯҳи ба воя мерасад ки онҳо ба ҳама гап ба зудди бовар мекунанд. ин гуна одамонро яъне вербават карданашон мумкин мешавад. Ин гуна онҳоро ба зуддӣ ба доми худ дароварда метавонанд. аз ҳамин лиҳоз агар онҳо сари вақт падру модарон ҷомеа агар талаботҳои ҳамин масалан ҳисси эмоционалӣ мегӯянд, талаботи ҳисси эмоционалӣ муошират карда метавонанд, ана ҳамин талаботро агар қонеъ кунанд, дар бисёр маврид истодагарӣ карда зид баромада метавонад. ҳоло ба пой дар занҷир назди дӯстон беҳки бо бегонагон дар бӯстон гуфтанд. саъди модом ки ҳамин хел бошад бо гирду атроф, бо муаллимон, бо устозон, бо ҷомеа ҳамин хел шахсҳои мисол ҳастанд ки ҷаҳондида ҳастанд, бисёр чизро мефаҳманд, аз онҳо маслиҳат гирифтанашон дар кор аст. инҷо бевосита худи ҳамун шахсе ки ба ҳамин гирифтор мешавад, хатоги худи ҳамун ҳам ҳаст. یعنی بسیار خوب گفتن که در مورد معرفتی پس بودن معرفتی بله یعنی مثلا شخص باید در شخص анамин як омил ин омили инфиродӣ психологӣ мегӯянд, дуюм омил омили иҷтимоӣ психологӣ мегӯянд ва саввум омил омили этникӣ халқият. ҳамин чизҳоро худаш ҳис карданаш дар кор ҳар як шахс. агар ҳис накунад дар мавриди баҳсу мунозира бой медиҳад. ҷавҳари шахсро ҳиссиёти моҳияти ман модоме ки ташкил медиҳад, бештар онҳое шомил мешаванд ё ин ки гирифтор мешаванд ва худбаҳодиҳашон паст аст. яъне худбаҳодиҳашон паст аст, ба худашон баҳо дода наметавонанд. ҳамин як сухани гуфтагӣ агар худбаҳодиҳашон комилан мувофиқ миёна мебуд, онҳо истодагарӣ карда метавонистанд. ташаккур устод. хуб, бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи таваҷҷӯҳро тамошо карда истодаед ва мо имрӯз дар мавриди савдои одамон ин ҳолат ҷиноят аст ва мардум дар бораи ин ибора чӣ медонад? онро ба маънии дигар ба истилоҳи байналхалқӣ трафик низ мегӯянд. мо аз сокинони маркази вилоят дар як пурсиши серироҳӣ пурсидем ки дар бораи савдои одамон ё одамрабоӣ ё трафик чӣ медонед? ростӣ аксарияти посухҳо дар ин намоиш аст ва худи шумо шоҳид хоҳед шуд ва ҳамроҳи коршиносони барнома ин лаҳза ман аз коргардони барнома хоҳиш мекунам он наворо инҷо пахш кунанд, тамошо мекунем ва баъд гӯем андешамонро вобаста ба ин масъала баён хоҳем кард. марҳамат. хариду фурӯш одамон огоҳӣ доред менеме? Не. фурӯши одамо намедонем. ҳозир вақти қидрам ин мавзӯъ нест, пешгирӣ карда шуда истодааст. давлати монда ин хел вай ман надидам нашунидам. намедонам, ман студентам, ман ин кор хабар надорам. ҳеҷ мумкин не яке шуда наш ҳолати мо. инҷо намедонам, лекин Ӯзбекистон Москва интернет мебинем, одамфурӯшиҳо меқапанд. пурра вай маълумоти аниқ надорем, лекин медонем ки ҳамин корҳои баъзе одамҳо каси каросиянд. ман зидди ҳамин кор ҳастам. ин кори нодуруст, ин халқ худомо фурӯхтан ё вай кардан, ин хатои калон барои миллати мо. мо миллати худомо фурӯхтани мо дар кор нест вақто. намедонам гап росташ. одам қарда одам фурӯши ход ин кори нодуруст. фикри ман ба. не номаъқулида. номаъқули. хай шунидагию, лекин мисали одамрабоӣ, мисол бо роҳҳои ҳар хел мисол одамонро мефурӯшанд, кӯдакони навзод мисол хай мумкин нест аз рӯи чеш кунем, аз рӯи инсонигарӣ ҳам мумкин нест, аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ҳам мумкин нест. ҳеҷ гуфта наметавонам. намедонем, маълумот надоред? не ҳеҷи намедонам. дар бораи хай шаҳри мо тоҷикистон ба несту хай дигар давлатҳо ҳаст, телевизор мебинем мегӯд ҳамин хел, лекин ин шаҳри мо набошад дар кор шунидагим ҳам не. ман ҳозир ростчо гӯмагар шунидагим, лекин дидагим не. не одамхӯрӣ, одамфурӯшӣ не маълумот надоред? қонун ки ҷазои сахт додан дар кор, мувофиқ қонун. кадом қонун бошад дигар кодекс ҷиноятинда мувофиқи ҳамон ҷазо додан дар кор. дар фурсати омодагӣ ба барнома тахмин вақте мо мушоҳида мекардем, тахмин медонистем ки масалан мардум дар бораи
گویم جای داشتن چنین حالت‌های آدمربایی یا مثلا فروش آدمان چندان معلومات کافی ندارند یا مثلا توجه نکردند یا یگان چیزی دیگر. یعنی نفران کلانسال ما دیدیم که واقعا به هر صورت اندیششون خودشون گفتند و همین پاسخ‌ها علاقه مناسبت ما را نیز به این مسئله معین هم می‌کند و ما اینجا اندیشه‌های شما رو پرسیدنی هستم که نظر شما و اون چیزی که ما دیدیم چگونه است، ما چگونه توانیم که واقعا بین مردم کاری را انجام دهیم که مردم درباره چنین ظهورات نامطلوب واقعا هم دانند و معلومات داشته باشند و برای پیشگیری از رخ دادن همین حالت کاری کرده توانند. پس از تماشای این نوار البته من خیلی هم غمگین شدم برای اینکه چنین یک مقدار اظهار کردند که آنها تماما مفهوم رو نمیدونن، نشنیدن. حال آنکه در جمهوری تاجیکستان حالا 100 روزی مقاومت بر ضد سودای آدم‌ها رفته ایستاده است. دیدم من در تلویزیون مرکزی سوخت به واسطه میزی مدوری که بود به نمایش داده شد، همه مسئله ها دیده برآمده شدند و این البته ما کوشش میکنیم که این معلومات نوکی رو در خودی شهر خوجند هم یعنی دوام دهیم. من کمتر درباره کودک ها گفتند، همینجا جوانی گفتند که سودای کودک ها. بله ما در چنین حالت ها دیدیم که همین پدرخواندی و مادرخواندی هستند. همون به معرفتی حقوقی میگویند که دخترم فرزندش به پسرم دادم. این یگان جایی حقوق بیان کنی نیست، گرچنده که یگان نمودی حجت یا اینکه یگان نمودی یعنی قراردادهای حکومتی یا اینکه حقوقی ندارند. یعنی امروز ها ما باید همین مثلا هم گوییم که یکی از الیمنت هایی که به سودای آدمان دچار میشد این پدرخواندی مادرخواندی است که آنها به واسطه در این حالت جنایت صادر کرده ایستادند. یا اینکه بعضی حالت ها به آمده میگویند همین حالت های هستند که اویله دارند، نفری دیگر که با طرز نکاحی اویله میکنند. حاضر ما به مراجعت ها هستند که 5 از اویلی دیویمشون 5 تا کودک هست و یگان خیل عقد نکاح ندارند، فرزندا به نام شوهر گذرانیده نشدند. اکنون کمک پرسیده ایستادند که من این 5 فرزند چگونه کلام میکنم. البته همین خطاگی هایی که از طرف خودی نفران صادر می شود، آنها باید دانند که هر یک عمل هایی که صادر می کنند یا اینکه کدام نمودی قانونیت هایی که هستند به نفع خود جامعه هستند. به واسطه به حکومت ها، ناحیه ها، جماعت ها مراجعت کردنشان لازم است، به کمیته زن ها یا اینکه به کمیته های به واسطه که عقد نکاحی که هستند در آنجا مراجعت کرده نکاح خود را برقرار کنند. اکثر وقت به نابالغ شوهر به میتیان نکاح نمیکنند، نکاح دولتی نمیکنند. در نتیجه این دخترک به حقوق میماند یا اینکه فرزند وی به والدین میماند، تامین کننده نیست. یعنی از جهت اقتصادی دشواری میکشد. در حالتی جدا شدن. در حالتی وی جدا نمیشد. وی عقد نکاحی مسلمانی دارد و لیکن عقد نکاحی یعنی حقوقی ندارد. در این وقت دعوایی هم با آن نفر کرده نمیشود که وی باید که وی کند. همین حالت ها بعد چنین حالت ها گرفتار کرده میتواند. حاضر نقشه ملی اوید به مقاومت بر ضد سودای آدم وجود دارد که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است و به واسطه سال 2019 تا 2020 عمل کرد. امروزها باز دوام داده شده. از روی این نقشه تمام جبهه‌های حکومتی، جبهه‌های یعنی تمام ساحه‌هایی که معارف، تندرستی، شغل اهالی، به واسطه تشکیلات‌های جمعیتی، همه برای انمین سفربر کردن، برای پیشگیری کردن حالت‌های سودای آدم‌ها فعالیت می‌برند. چگونه فعالیت می‌برند؟ یعنی این اولا اطلاعات، تامینات با اطلاعات، آگاهانیدن، پیشگیری کردن، در حالت افتادن رسانیدن یاری‌های هم روانی هم حالت‌های حقوقی به واسطه تا حتی رسانیدن یاری‌های طبی در حالتی که اگر وی از همین افتادن به همچون قربانی حسابیده شود، اگر البته اگر وی به وی یگان وی‌های جسمانی
зарарҳои ҷисмонӣ расонида бошад ҳимоя карда мешавад. Яъне он ҳуқуқҳое ки ҳозир мана устоз Шодиев номбар карданд, ҳамаи ҳамин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхта шуда, қарорҳо қабул карда шуданд то он даме ки ҳамин қурбониён аввало ин ки қурбонӣ нашаванд ва баъд аз оне ки афт доданд онҳоро ҳимоя кунанд. بله تشکر. خوب محترم فراد قربانov شما چی نظر دارید واسه اون چیزی که ما دیدیم و گذشته از این مسئله که من گفتم واقعا در مورد کدام کارها رو واقعا ما به انجام رسانیم که همین گونه حالت‌ها پیشگیری شود؟ من گفتهای استاد با علاوه میکنم بازی قید کرده گذاشتن که هنگامی خانوادار شدن نابالغ قید دولتی گوییم اگر نمیگذارن اگر همیشه مردم فاولونی محله است یا همون دنبالویی که وی نکو میکنه فورا خبر تیان اگر وجه الله که این پیشگیری است. بله درست. برای همون من گفتنی هستم که در اول مقامات کارهای داخلی باید با جماعتی مناسبتی زشت داشته نشد. همکاری یکم همکاری بعدی که همکاری شد بین مردم تشویق ترغیب می‌رود یا برای بلند برداشتن معرفت نوکیش این در مکتب‌های میونه درباره پیشگیری جنایت یا پیداشوی اون یک معروضه گذراننده کرد بخوری خوب بسیار گذراننده کرد از طرف مقامات کارهای داخلی از روی نقشه‌های ترتیب داده شده این حالاتو گذرانده میشه. هر سال هر یک مکتبی میونه مؤسسه دانشگاه دولتی با برای که هر یک کارمند وابسته شدگی اینا معروضه خودشون گیتی اینجا اشتراک میکنن. بغیر از این درباره اون که مهاجرت مهنتی با قرار دارن روزی کمیسی مخصوص تشکیل کرده شدگی برای پیشگیری چنین جنایت‌ها در اونجا هم کارهای فرماندهی گذرانده شده است. بیرون از کشور بیرون از کشور با خودی مهاجران مهنتی مهاجران مهنتی گذشته از من می‌خواستم یک نکته رو از شما پرسیده باشم. در آغاز گفتید که درباره نقش ناظران منطقوی میلیسیا چون پیش از همه مردم با اونها باید همکاری زیست داشته باشند و از همه کلمه اساسی باور کنند که مثلا اگر او به ناظر منطقوی مراجعت کرد حتما او را شنیده میتواند و گوییم از او نهراسد نترسد و همچنین ناظر منطقوی خودش رو در موقع خودش در منطقه خودش درست معرفی کرده تواند. خیلی ناظران منطقوی هر روزه کاری که همون خودتی که خدمت رسانی میگذارن هم مواد با مردم مناسبت زیست دارن بغیر از این من کارمندان ریاست در علاقدگی هر یک حدود وابسته کرده شده است و با خانه بلندوشونه هر روزی که ما میریم با رئیس محله هم صحبت میشیم در اونجا کارهای فرماندهی گذرانده میشد. شهروندایی که بیگانه پیدا شدن میگن و فورا به قید میگیریم و یا که هم صحبت میشیم. ناظران منطقوی یکی از وظیفه اساسی می باشد برای پیشگیری جنایت یا پیشگیری حقوق ویرانکنی که آینده جنایت صادر نشود. برای همون هم بسیارتر و وظیفه دار کرده شده است که همه وقت با مردم همکاری کنه. زیچ همکاری. بعد وظیفه‌ای که در اساسی نقشه ترتیب داده خود شعبه یا ریاست باید فعالانه اجرا کنه. بله تشکر. خوب من از محترم غفور جان خیلی خوب پرسیدنی هستم در مورد اون چیزی که ما اینجا دیدیم. مثلا شما روانشناس هستید که مثلا شما احساس کردید که واقعا اون چیزی که گفتن این واقعیت است یا مثلا از جواب گرفتن یا مثلا گفتن که نه واقعا من نمیدونم گذشته از این همین گوییم به همین مسئله پاسخ دادن در جامعه این چی رو نشون میدهد؟ این نرسیدن معرفت پسیخولوژی رو نشون میدهد از نگاه من. زیرا وقتی که ما ساخت جسمانی میگیم ما خوب میدونیم که همین استخوان و مشک وقتی که ساخت پسیخولوژی گفته پرسید اگر نمیفهمند. باید ساخت پسیخولوژی هر یک پدر مادر هر یک شهروند باید داند که ساخت پسیخولوژی این روند های معرفتی حالت های روحی خصوصیت های فردی پسیخولوژی وقتی که میداند ساخت پسیخولوژی ترکیب وای رو تحلیل کرده میتوانست میشود.
بنابر همین ساخت پسیکولوژی که نمیدونن از سوال ها میگریزن. دیگر مسئله همین که اگر از نگاه پسیکولوژی نظر کنیم که حاضر همین مسئله NLP گفتن یک مفهوم هست، نیرولینگویستیک پروگرامینگ. برنامه‌گذاری کنی نیرولینگویستیکی انسان رو برنامه‌گذاری کرده صد عقیده‌اش رو تغییر دادن ممکن است. برنامه‌گذاری کردن ممکن توسط سخن، توسط حرکت‌های جسمانی، توسط دیگر. اگر همین خیل معرفتی پسیکولوژی می داشتند، معلمان و آموزگاران و پدر و مادران می داشتند، شاید که این به فرزندها تاثیر میکرد. دیگر مسئله همین که حسیات‌های عقلی، حسیات استتیکی، حسیات امپاتیکی، انا همین خیلی دلسوزی، غمخوری، انا این معنی سر به وقتی که همین حسیات‌ها سری وقت نمیشود، جای این حسیات‌ها رو دیگر حسیات‌های بدبینی، بخیلی، حسیات سادیستی تاثیر رساندن، انا همین حسیات‌ها میگیرد. بنابر همین ما خیلی وظیفه‌دار هستیم که از کودکی چیکار که حاجای معلمه گفتن، این از کودکی باید همین حسیات‌ها رو در کودک جای کنیم. سری وقت هر یک پدر و مادران دانستنشان لازم است که فعالیت پیشبرنده کودکی تا 1 ساله چی میشود گفته اگر پرسیدگر همین مادری که 3 فرزند کانون کرده فعالیت کودکی 1 ساله نمیدونن پیشبرنده این احساس میشود. فعالیت پیشبرنده ادراک 2 ساله کودک چی میشود؟ یا مگر هم باز میکند نه این ادراک میشود. 3 ساله 2 ساله 3 ساله چی میشود فعالیت پیشبرندهش گفته وقتی که میپرسید با جایی که جواب دهند آب گوید اگر همون آب یگان دیگر دفتر کرده دیگر نزدیک کرام گیره میکند. وقتی که کاسه گرفته پیش آب میبیاید بچه خاموش میشد. البته هرچند کودک باشد همچون شخص همچون سوبیکت و اشتراک کننده و اجرا کننده میباشد. انا این خیلی نقطه های نظر که ما باید با کودکان نظر اندازیم، مسئولیت پدر و مادر رو به جا آوریم و شاید همین چیزها کمتر شود. بله تشکر. و سخن جنباسی به محترم اختیار شدی در مورد اون که ما گفتیم پویی همین مشکل ها در نشناختن حقوق‌های و عهده‌داری های هر یک شهروند که مثلا شما همچون یک نفر حقوق شناس، ادوکات، نفری که همیشگی با حمایت حقوق انسان که واقعا بسیار خوب گفتید که هم در اعلامیه حقوق بشر و هم در کانستیتوسیون اون ارزش اولی اعتراف شده است که واقعا انسان این یک بسیار حقوقش ارزش اولی است و کانستیتوسیون اون رو کفالت داده است حمایت اون رو. اما ما همیشگی در فعالیت هر روزی خود ما مشاهده میکنیم که مثلا یک کلمه بسیار گوییم به همین ما معقول نیست و که نام بی‌طرفی است که ما میبینیم اما چشم میپوشیم. حتی من قسمتی مخصوص سوال دادم به نماینده مقامات ملی در مورد اون که همکاری بیوسته با ناظر منطقوی که از اون نترسد با همکاری کند و مشکلات ناظر منطقوی نیز آسان میشود در گویم پیشگیری کردن جنایت. مرحبا نظر شما. تشکر. موافق طلبات ماده 33 کنستیتوسیون دوستان، دولت اویله را همچون اساس جامعه حفظ میکنند. دولت از جامعه سال میشه، جامعه از اویله. بیهوده در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند عمل نمیکنند. این یک قانون اساسی دولت هم گوییم به حساب میرود. یعنی هر یک پدر و مادر نسبت به تربیت فرزند خود مسئول هست. دیدید من در نوار که از جواب میگریزن یا که مفهومش نمیفهمن یا ماهیتش نمیفهمن. ما بیهوده گفته شده اینه که سطح معرفت حقوقی در حقیقت مفهوم عباره خود کلمه خرید فروش آدم وسیع است. چخیل که گفتیم قانونگذار شرح داد این رو نه همه میفهمن، برای مردم ممکن مشکل است. برای همین هم ما همچون حقوق‌شناسان حرکت میکنیم که در وقت قبول شهروندان، در وقت رساندن یاری حقوق مفهوم و مندرجه هر یک مراجعه شهروند را از روی قانون تحلیل کرده به آنها رسانیده یاری حقوق میرسانیم. و چه که معلمه قید کردن در حقیقت مثلا خرید فروش کودک یا که فرزند خوانده، اگر از نقطه نظر قانونی اگر نظر میافکنی باشیم در ماده 125 کودکس اولیه دوستان قید کرده می شود که فرزند خوانده این یکی از
افضلیت نوکی جابجا کنی کودکان کل یتیم. نگفته است که فرزندان رو با فرزندان یا که من بین خواهر و برادر، اینا قانون اجازه نمیده و فرزندخواندی تنها با طریق سودی به راه مانده بشد با اشتراک پروکورور، با اشتراک مقامات وسایت پرستاری، یعنی کمیسیون نزد حفظ حقوق کودک. یا اینکه باز مسئله دیگر گفتن که معلمه، این البته این چی میگه داغ روز است، یک معمای جامعه است که مثلا شهروند یا میداند یا نمیداند یا مفهوم ندارد یا فهمیش ندارد به بستن عقد نکاح، یعنی با بستن نکاح مسلمان در مورد یک کودکس عالی جمهوری تاجیکستان قید کرده می شود که در جمهوری تاجیکستان همان نکاح قانون اعتراف کرده می شود که اگر در ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت گرفته شده باشد. دیگر قانون ها یعنی رسمی، دینی، آیین های عنعنوی به رسمیت دارد در نزد قانون یگان قوه قانون ندارد. دیدید با وجود همین هم شهروندا بنابر پس بودن معرفت حقوقی که با دخالت کردن نفران دیگر نابسته از مثلا از اراده آنها وابستگی نیست و همین خطاگی‌های مهم و جدی راه می‌دهند. مثلا چه خیل به بستن نکاح فرزند به دنیا میاد. تجربه هست همین حالت. ما وقتی که شهروند مراجعت میکند اوید به مقرر کردن پدری و ریاندن الیمنت، البته عریضه نوشته به سود پیشنهاد میکنه، سودها حل خود را قبول میکنند. این حل جهت حقوقی مسئله، لیکن دیگر طرف مسئله چی؟ تامینات کودک، تعلیم کودک و رساندن آنها از جهت مادی معنوی دستگیری کردن کودک دیگه چقدر معما رو به میان میارد. یا که مثلا در ماده 35 کنستیتوشن جمهوری تاجیکستان قید کرده می شود که هر کس حقوق مهنت دارد. اینا رو کنستیتوشن کفالت است. در کودکس مهنت میگوید که مناسبت بین کارگر و کارفرما یعنی شرطنامه به تنظیم دارد. وقتی که شرطنامه بسته شد حقوق و منفعت‌های هر دو طرف باید حمایت شود. نباید شرطنامه به منفعت یک طرف بسته شود. لیکن باز حالتایی که من از برنامه مامایم از من استثمار مهنتی گفتیم قید کردیم، وقتی که شرطنامه نیست و طرفی که جبر دست و حقوقش حمایت کردن نمیتونن و آنده در نزد مقامات حفظ حقوق در نزد مقامات سودی خود را حفظ کرده، جبرانی که از جنایت رسیده است جبران کردنش خیلی مشکل است. قانونگذار حجت طلب میکنه و سخن خشک خالی که باور نمیکنن. وقتی که حجت است، وقتی که شرطنامه است، مرحمت سود هم این حالت رو بین بند میگیره. برای همین هم من هم چون حقوقشناس همین رو گفتنی هستم که باید همکاری بین محله ها، بین یعنی جامعه، بین امام خطیبان، بین من کمیته کار با زنان، کمیته کار با جوانان، من بین من ناظران منطقوی من زیچ همکاریشون اش در کار. یعنی ما محله و بسیارتر توجه کردن ما در کار. مثلا مقامات اجرایی، مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر ناحیه عمل میکنن، این محله ها هست. وقتی که محله که ما همکاری میکنیم همه مسئله ها ممکن است آسانتر حل میشد. ممکن پیش جنایتکاری گرفته میشد، ممکن من پیش من خیلی جنایت های نامطلوب شامل شوی جوانان به حزب حرکت ها گرفته میشود. برای چی؟ زیرا که مثلا بیناهای بلند آشانه میگوییم در هر یک بنا مثلا رئیس بنا هست، باز یک چند بناها رئیس محله هست. محله هایی که اهالی نشینی که در ده هست جماعت ها هستند، آنها میدانند که در محل آنها کی زندگانی میکنند، کیا آدم شبهناک است، کیا رفتنش ممکن، کیا آمدنش ممکن. دیدید وقتی که محله که میداند درباره سطح زندگی مردم خود، آنها میتواند با همکاری و مقامات حفظ حقوق اگر درست براه ماند، من فکر میکنم که همه کمبودی هایی که جای داشته که در مسئله امروز ما مطرح کردیم این خدا خواهد حل خود را می‌کند. تشکر زیاد مهمان عزیز برای اشتراکتان، برای شرح این موضوع به همه شما سپاس میگویم، چون از موقع فعال شهروندی خودتان حمایت کرده اومدید امروز در این منبر برای مردم، برای عامه، برای شهروندان بابت جای داشتن همین گونه حالتی که با خرید و فروش آدم وابسته است. شاید نامش وزن باشد، اما در اینجا یک از همه پرارزشترین حالت ویران می شود. این حقوق انسان است. وقتی یک نفر حقوق یک نفری دیگر رو پایمال می کند، در همان جا علاقه گویم پایمال کنی حقوق شروع می شود و هر یک نفر در برابری اونی که به دنیا می آید. اینجا بسیار خوب گفتن که چون در نهادهای دولتی به قید گرفته می شود او علاقه شهروند همین کشور است
و او پیش از همه زیر حمایه کانستیتوسیون قرار دارد و کانستیتوسیون کفالت داده است که حقوقهای او حمایه می شود. پس در آموختن این حقوق ها باید کوشش کند. این برنامه توجه است. آنجایی که به مشکلی توجه نمی کنند مشکلی حتما پیدا می شود. خیر خانتان آباد باشد.